بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بیننده های عزیز، امید که جور صحتمند باشین، ایام با کامشون باشه. بیننده های گلم خوش آمدین در این روزنه برنامه اسمو زرانا خانم تو سلام علیکم. سلام دوستان عزیز، امید که جور صحتمند باشین، دیگه تا آخر رو بیننده باشین که ما کجا ماریم روز کجا راییم. اره بیننده های عزیز، ما تصمیم گرفته که امروز باری پالوی شیرین آقای باری کجا هست، چیز کارانه، از شما را با خبر کنی که یک قدر ما بیننده باشی ما تا کجا موری کجا مرسیدی. بریم از شیرین آقای امروز هوا مبریه، اکتره یخ هست. آره خب کجا رئیس دلای؟ نه باری بخشیرین آقای که کجاست چیز کارامونه. هیچ درکای زونیه امروز. امروز دوستای عزیز، ما امروز تصمیم گرفته که پیدا باری از رای باغ باش که به چی نتیجه میرسیم. ماشاءالله امسال ساخت ساز زیاده. خانه قدر جور شده نه؟ خانه خیلی زیاد جور شده اینجا. خب بیننده های عزیز، ما یک دفعه آمد در باغ سر زده که چه رقم شده، چه رقم بالا کنج پیدا میشه، نمیشه سبزی که بلده بیگا از راه کم سبزی ببری دیگه. ماشاءالله خیلی سرسبز شده، خیلی سبزی های خوبه اینجی، پیاز، پیش پیاز، گندنه، به سبزی خوردن هم هسته، خیلی خوب شده. بنامی گندمه چیزا اینجا هست. این قدر علاق برای ایشی چیز رو بیشتر زیاد بده چندی کم چپان رقم بالا و جمع خیلی سبزی میکنی، خیلی خوشمزه زیاد جا بری بخیر. خیلی کلانه نه؟ ماشاءالله خیلی بزرگه، یک دور تا دوره. ماشاءالله که خوبه دیگه، خیلی ملگی کل مردم بس میگه ملگی دیقه واقعا. آدم در خانه 24 سال پیش خسته میشه، با اینجا خدا چی پیازه، چی نش پیاز خیلی آدم نیست تازه هم شده بکنی، خیلی خوبیش، خیلی تازه. پیشم نیست پیاز ای روز گندنه خدا جان
جاغری بکنی بکنی ببری نانتر کنی نانتر ماست ترکیه کنی خیلی خوب شد خیلی تازه است خیلی خوب پیاز الان کار داریم نمیتونیم نه نخواهیم مگر این روز نه یک روز دیگه باید بود چیزی بیست خود چه چیز خیلی سوزی داریم دیگه باقی بزی باز دیگه فعلا 5-6 روز بعد گلدنام داریم یا چم داریم جعفری هم داریم همین ها هست خب ماشالله خیلی خوب رفت شده خیلی خوب روش گیره زردی که چیز علاقه پوجی کنید زحمت دیره دیگه خواهر باشنده انشالله حالا چند تا فیلم خب بنده های عزیز ما رسیدی پالوی شیرین آقای باز در بزنیم چی کارا نتیجایت یالله هسته؟ سلامتی و خیلی از این طرف پیدا شد و باشید سلامتی و خیلی سلامتی و خیلی خوبی خوبی شاید نبودیم روز دوباره پیدا می‌کردی تشکر سپرایز من کردی اون چوکی های و دیگه دست عزیزم بنده های عزیز پیدا بشیرین آقای سکیم مصروف چی کارهای ماشاءالله فعالیت مونن زیاد سپرایز کردی بخیم برای با بنده های گفتم خلید کنی شیرین کجای عزیز کاران سلام دوستان عزیز خوش آمدید به برنامه ما امروز مرا مادر مهدی جان سورپرایز کرد خیلی تعجب شدم هیجانیم شدم الان نمی‌فهمم چی کنم برش اولین بارم به کاری از اون کسی که خیاطی انشالله مسئول خوبه برای مصروفیتی کوچیک داریم خوبه در این قصه کنید زدن نیم تشکر سلامت باشید تو فیسبوک یعنی دستاری دیگه روزای خراب نه دیگه خیره بیننده ها اوش کنید بس خنده نکند از مو خیره چرخم خوب شد خب باشت که ما همکارای شما معرفی کنم چند نفر هست چی کارا زحمت کشیدین خنده نگستاد چی شده؟ استاد عزیز من آقای مجتبی رحیمی با شما بخواه حرف بزنه دوربین دو طرف که استاد لطفا لطفا استاد
یک دقیقه بر دوربین از گوشه آب شما ما رو سپرایز کردن دیگه دوستای من در اینجا بخیر همراه شما حرف بزنه یه چیزی بگم خب اینا همش هست برنامه ما خب اینا همه در این طرف کامرمین ما لطفا سیرقی استادمان رو بگیرین معرفی که نخد خورا استاد خسته نباشین خوبین سلامتین حالشون خوبه حال چرا میخندین استاد لطفا سلام کنین به بیننده‌های ما دوست از ما یک سلام علیکی داشته باشین آره خسته نباشین در حال برکردن دیگه در کارگاه کارگاه خیاطیه دیگه سلامت باشین دیگه مصرفیتش زیاده دیگه تشکر استاد از اینکه پیش دوربین از ما آمدیم خب اینم استادمون آقای مجتبی رحیمی بود و بعدش هم این برای آقای قاسم ارباب کارگاهمون هستن استاد ببخشید با دوربینمون یک سلام علیکی داشته باشیم سلام خوبین بخیرین سلامتین خوشم داریم روز کارگاه ما سپرایز کردیم برای وقت با این آره موفق باشین همچنان سلامت باشین خب بعدش هم اینم طیبه دوستی مهربانم همراه شما معرفی میشه سلام خسته نباشین امید که جا سلامت باشین خوش آمدید در کارگاهتون تشکر دوست عزیزم سلامت باشین خب بعدش دوستای کارهای از من بگیرین با زمین مردم مشکنه که از کار می‌کنن این طبیعت یک سر پای بهتره تشکر سلامت باشین که خود زحمت میکشید زحمت خوب است دیگه کار خوبیه خب دوربین بیاریم برای دوست عزیزم هما فقیری سلام خسته نباشین خوش آمدین خب آقای الیاس کریمی هم همکارمون هستن سلام علیکم داشته باشین سلام علیکم خسته نباشین خیلی خوشم اومدید کارگاه از ما امید موفق باشین سلامت باشین تشکر همکار عزیزم خب اینم از کارهای دیگه ببینین بیننده ها اینا شما تولیدی میرین خود آمدن میکنین آره دیگه تولیدی نداره خد دست چرا ماما هنیم همزی کاری که تو به اینجی انجام میدی راضی آخر آره خدا رو شکر خوب است دیگه خدمه خارج مجبوری بود آنها راضی بشه باشی مجبوری راضی باشی آره کار نیه چرا افغانستان خب بعد است دیگه زیاد مردم بیشتریش بیکار هستن خب خودیم تا جایی هستن اینجی کارمونم زحمت میکشیم کم بیش خوب دیگه خیلی خوب زیاد نیست ولی بهتر است از بیکاری کم زودتر نمودیم بخی هم کارهای ما رفته گذیدی آره از کارای من رفتن سر نماز خوانم آره یک نیم ساعت اینا وقت داریم چون خبر داشتیم وقت هم می‌آوردیم زنگ می‌زدیم هماهنگی می‌کردیم خیلی اشکال نداره آره اینم از کارای ما که دیدین خوبه بس استاد اجازه بگیر ارباب نام کارگاه را کارگاه برایش هنوز نام انتخاب نکرد مهدی جان تو هم ده؟ یعنی یک شاگردی بیزه ریزه از مهدی جان یه رم بگیر مهدی سعی کسو ماشاءالله ببین آنده خب تو بدین با چادر ارباب امروز خیلی زحمت میکشیم مهلی شما پیش دوربین امروز خیلی زحمت نکشیم
نه شاگرد را خیلی مجبور یک خب دستشون درد نکنه نه تشکر. شاگرد من نکنم گناه داره یک سره نماز روزه خیر نزدیک عید است دیگه زو خاطر خبر کم شلوغ شده این روزا کار کنی دیگه. کم تلاش کنیم یک نمونه های کارش داریم. آره دیگه یک از نمونه‌های کار از من میکنم. آره بخششم دیگه چی هست؟ زیر چرخ همیشه قابل نشده. اصلا تمام نشده اینا هست. امروز مولا روزه که تشکر همین مدل کار شما ببینید. چرخ از من بگیرین. چرخ از من کنه از من بگیرین. حالا کارهای ما گرفته هستم باید بگیره دیگه بگیره بیننده خنده منه این چرخی کنه رو سعی که میگه حدیش بسیزه حد دیگه باشه کنده خانم شیرین هزاره کمک کنیم این چرخش ناشنا. باز خوبه دیگه. غریب میره همه به این شرایط نفر باشه که خود خوبه. دوستای عزیز که اون طرف میبینن خوشن میبینن خنده نکنیم دستمو. نه سوریز میدی گفتار سعی کنه چه کم کار منی تو کارگر هستی اما نه امروز بابا. جواب نگرد بخیره دوست کرد با بس دیگه اسمخ کنده که بخیر از مو کسی اتیغه قرن چند منده بچو این یک کار انجام میدیم. خب خب های عزیز مون که مزاحم از نمشی اما شما را با خبر ساختیم که شیرین آقای چیکارام کرد. سپرایز کردین شیرین سپرایز آقای در کردیم. محل کارش ها آره دیگه کم کم بری رئیس نی بخیر خانه. کجا مارین خانه بشین تاور بخیر ما از اینجا بخیر شاو یک نان دوره هم میشه چه افطاری من دیگه دیزاین مزیانشی یا بشین دیگه نه دیگه بود. از اینجا آمدین ما را خوشحال ساختیم بازم از این کارهای خوب انجام میدیم ما سپرایز کنیم دست در نکنم اون با بیننده شلیک میسازی که شیرین در کجا هست چی کارانه مثلا من با بیننده خداحافظی کنم دیگه دستشون درد نکنه امروز آمدین تا اینجا خوشحال کردیم ما را بیننده عزیزم شما که ما رو ببینید دست ما رو امروز آمده سپرایز کرد خوشحال شدیم خیلی میخوایم همراهی کنم مالی بخیر شو بریم خانه از ما یکم بشینیم دور همین نقل کنیم سعی کنیم اینا خب تشکری منیم از بیننده های خود باز حمایت یادشی نده لایک سابسکرایب آره انشالله حمایت کنیم تشکر سلامت نگه فشار بدید انگوله رو فشار بدین لایک کن سابسکرایب کنین منتظر لایک و حمایت هایتان هستیم حمایت هایتان اشتباهی لفظی هم میشه خیرش کنه خب تا برنامه بعدی الله یار و مددگاری همه خدا نگهدار